بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الاسلام، قبل از همه در این روزی سعید، روزی اجابت دعا، روزی مبارک و برکت، دعا کنیم پروردگارا امروز و همه وقتی ما رو مبارک با برکت بگردان. پروردگارا در این روزی سعید گذشتگان همه ما رو رحمت مغفرت، قبرهایشان رو با نور قرآن منور، روحایشان را شاد بگردان. پروردگارا در این روزی سعید، روزی مبارک و بسا گرما، همه این بندگانت به امیدخانه‌ات آمدند و دستی امید به سوی خودت برداشتند و هر یکی امیدها و آرزوها و نیت‌های نیک دارند. در این روزی سعید همگان را به مقصدهای عالی و نیت‌های نیکشان برسان. پروردگارا همه حاضرین را عمر درازی به درد با برکت، علم نافع با حکمت، کامیابی‌های دائمی و سعادتی ابدی دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. پروردگارا کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. تمام بلا و خطر و فتنه ها را ببردار. فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی و همیشگی بگردان. پروردگارا پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. وصلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران الاسلام، موضوع موعظه امروزه ما در مسئله علم آموزی هست. علم. خداوند عزوجل می‌فرماید: استعیذ بالله والذین اوتوا العلم درجات. کسی که مهنت و زحمت کشید، علم آموخت و با اون علم آموخته‌اش عمل کرد، پس اون رو درجه های زیاد، مقام های بلند در جنت انتظار است. بسیاری ها فکر میکنن که این زندگی باید عبارت از عیش و عشرت و کیف و صفا و راحت باشد. این غلط است. ببینید، همون راحت طلبان در آفتند. هر راحتی آفت دارد. برای مثال، بعضی از جوانو تا نیمروز میزنند، خوب میخواهند چند خوب بروند، میخواهند چند بخرند، چند کدام کارهای دیگری را انجام بدهند و در نتیجه این راحت طلبی به بیماری‌های خطرناک مبتلا میشوند که دردی بی‌دوا نمیدانند که چیکار کنند. زیاد خوردن به خاطر چی؟ میخواهند که راحت کنند. لیکن این زیادخوری میشود انسان را به بیماری‌های خطرناک مبتلا میکند. یا دیگر معامله ها یا علاقه ها میخواهند چند انجام بدهند و به بیماری های خطرناک مبتلا و گرفتار، دردی بی‌دوا نمیدانند که چیکار کنند. برای همین هر چیزی به حد و اندازه‌اش، حتی در خوردن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که ما مسلمان ها قومی هستیم تا گرسنه نمونیم نمیخوریم. حالا خوردیم، این معده رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم. یک قسمتش برای خوردن و یک قسمتش برای نوشیدن و یک قسمتش برای آزاد نفس کشیدن. متاسفانه بعضی ها تا حد اندازه رو میخورن که دمکشون میبرد، نفس کشیدن نمیتوانند، بعد میشوند بیمار. هر چیزی باید حد اندازه‌اش باید باشد. از اندازه‌اش نگذرونید. او میگن اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. یا دیگر میگوید که وسط را مکن از کفرها، که گفتن خیر الامور اوسطها. هیچ وقت میانه روی اعتدال را از دست ندهید در همه کار، حتی در عبادت. در همین عبادت هم زیاده روی نکنید. بچه‌نش عبادت کنید و از پای زندگی و آسودگی حیات و یعنی کامیابی در زندگی باشید، تا اینکه خور ذلیل و سرخم و سرخ کبود نکنید نزد هر کس خود را. در همه کار باید اعتدال، میانه روی باید رعایت شود. برای همین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که خیر الامور اوسطها، بهترین کارها این میانه روی هست، اعتدال است. حتی در دوستی و دشمنی هم، در دوستی و دشمنی هم باید اعتدال رعایت شود.
زیاده روی باید نشود. میگوید که احبب حبیبک هونا ما عسى ان یکون عدوک یوما ما. دوستت رو چنان احترام کن، قدردانی کن، رعایه یعنی اعتدال، میانه روی رعایه کن، شاید روز دشمنت شود که از تمام سر و اسرارت با خبر است. بعد اعتدال میانه روی در دوستی هم چیز باید که تمام سر و اسرار رو نبر در پهلوی همسرت بنشان یا در پهلوی دخترت این دوست من است، بعد دیگه چیکاری را بعد میبینید که میکند. نه، اعتدال میانه روی. یا دشمنت را هم با دشمنوگری رو از روی عدل، از روی انصاف، در همه کار انصاف خوب است. حتی در همون دشمنی هم که انصاف کردید بگید شاید همینه که با اون دشمنی کردید روز دوستت شود یا روز خیشت شود به یک واسطه. بعد هر وقت که دیدی خجالت و سرخ کبود نشوی. برای همین هم در دوستی و هم در دشمنی هم میگوید چیز اعتدال و میانه روی رو رعایت. حالا خواب هم که باشد همین است. خوابی ضروری و لازمی رو بگیر، زیادتیش مضر است، بدن رو فلج میکند، بدن رو ضعیف میکند. خوابی زیادتی، خوابی زیاد، خوردن زیاد هم بدن رو بیمار میکند، ضعیف میکند، ناتوان میکند. برای همین در همه کار باید اعتدال میانه روی باید چیز رعایت شود. حالا علم میگوید که والذین اوتوا العلم درجات، اونایی که علم آموختند برای اونها علم رو آموختند. برادران الاسلام خصوصا جوانان گرامی، وقتی علم باشد آداب و اخلاق نباشد این علم به یک زهر تبدیل می شود. علم با آداب و اخلاق، علم با عمل، برکت و سعادت و عزت دنیا و آخرت می شود. وقتی که علم دارید، آداب و اخلاق دارید، عمل دارید، هم خدا و رسول خدا، ملائکه های خدا، بندگان خدا همه دوستت می‌دارند. وقتی که علم باشد و باز کبر باشد، غرور باشد، همه گریزون میشود، همه نفرت میکنند، همه یعنی دشنام تحقیرت میکنند. در جای دیگر پروردگار میگوید استعیذ بالله هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. و اونهایی که علم آموختند میدانند و اونهایی که سواد ندارند نمیدانند، اونها آیا برابر هستند؟ اونها برابر شده میتوانند؟ نه، هرگز. هیچ وقت این دو گروه یا دو طبقه برابر شده نمیتوانند. برابر شده نمیتوانند در چی؟ در درک و فهم و حزم و تحلیل و تشخیص و بررسی و دوراندیشی و این همه هیچ وقت برابر شده نمیتوانند. چرا که اون که علم دارد، مطالعه دارد، ما علم اون رو نمیدونیم که یک چند کتاب خوانده بعد اون همه کتابا رو در تاقچه پرتافت و ماند. علم همونی هست که هر روز مطالعه میکند، هر روز کتاب بینی میکند. بعد یک صحبتی در آموزش علم یکی از برادرها گفت که بعد همون صحبت من هر روز میروم یک کتاب رو میگیرم ورق میزنم، مثل اینکه خونده شدم. اصلا خونده نمیتوانم. مثل اینکه خونده شدم ورق میزنم. گفتم برای چی؟ او که به خاطری که فرزندانم عادت کنن به همین کتابخونی، حالی که من نکردم. اقلا فرزندانم عادت کنن به مطالعه و کتابخونی که ببینن من رو که پدر خونده شده است، اونم یک کتابی رو بگیرن مطالعه کنن. همین است برادرای عزیز، تربیت فرزند همین است. تربیت فرزند این نیست که دیگر پدر درشگو باشه و سختگو باشد و دیگه دشنام و حقارت و تحقیر و ضرب و لط و دیگه. نه، این تربیت نیست. خود نمونه باش. فرزندو همه پیروی از همین خدت میکنن. سحر بر وقت بخیز، فرزندو همه زن و فرزندو همه میخیزن. نمونوی باشید، خود نمونه باشید. در خانه فرزندو پیروی از شما میکنن. در تربیت باید انسان مربی باید خود نمونه باشد. معلم است باید معلمی نمونوی باشد. از شاگردا و از طلبه ها نوسپولی و سیگارپولی وقتی که اون طمع میکند، از اون هیچ برکت نیست. تمامی همون طلبه های صنف نوسکش و سیگارکش و بهوده‌گرد و دیدو میشوند. هیچ بوی امید از شاگردان اون نیست.
معلم باید یعنی عزت داشته باشد، شرافت داشته باشد، کرامتی خودش داشته باشد. پیامبر علیه السلام میگه که کونوا معلمین ولا تکونوا معنفین، شما معلم های با ادب و اخلاق باشید تا اینکه شاگردان شما از شما پیروی کنند با ادب و اخلاق شوند. معلم های با ادب و اخلاق باشید تا اینکه شاگردان و طلبه هایت از این آداب و اخلاق، عزت و شرافت و کرامتی انسانیت پیروی کنند تا اینکه انسانی شریف و انسانی کامیاب و انسانی کامل شوند. حالا وقتی ولا تکونوا معنفین، هرگز معلم بدگو و بدرفتار نباش میگوید در نزد شاگردان یا طلبه هایت دشنام با حقارت‌های قبیح دشنام نده، همه را ناکام میکنی میگوید. بخاطر که این همه شاگردان کامیاب و موفق به کمالات برسند باید آداب و اخلاق داشته باشند، خصوصا معلم ها. و معلم بودن پیامبر علیه السلام در یک روایت دیگر میاد که من معلم هستم، برای من این فخر است. معلم بودن افتخار مسلمان است که چند شاگردی را تربیت میکند، چند انسانی را به مقصد، به قله های مقصد و به قله های بلند و کمالات میرساند. این است مقصد. همون نسکشا و سیگارکشا و بنگی ها و بنگزن ها و معتاد ها چی میخواهند؟ عیش عشرت. در نسبتی کپا کنیم یک سر تازه شود، سر تازه میشود، سر ویران میشود، تمام کار نمیکنه دیگر. اگر یک دوی سیگار بته که دود دل براریم، دود دل میبراید؟ نه، دل پری دود میشود، عضوهای داخلی همه میسوزد، 4 قدم میرود دمکش میبراید، نفسش میگیرد. مبالغه نیست، سنجش ها هم نشان دادن در همین کرونا ویروس اکثریت کلی همین سیگاری ها و همونایی که میزده ها همونا را سختتر قپید و برد، برای که همه عضوهای داخلی آسیب دیده و آسیب پذیر شدگی بودن. همه عضوهای داخلی شش و جگر و روده و معده و همه این رو، گرده و این همه آسیب میبیند از این سیگار. بیهوده شریعت اسلامی این رو حرام نمیگوید. هر حرامی رو که شریعت اسلامی میگوید یا به معنویاتت یا به جسمت، شأن و شرف انسانیت، یا اینکه به جسم و جانت یا به روح و روانت ضرر دارد. حالا میگوید این هم نشد، حالا بناس نمیشود، چی میخواهند؟ راحت طلبند. حالا ما گفتیم همه راحت طلبا در آفتند. حالا بعد میگن که این هم نشد، یا تیروش که پرواز کنم، ایناش نشد، با اینا پرواز کرده نشد. بعد اون ناس پیش از خواب هم ناس میکشد، خوابش میبرد، میبیند که تکسری همه داغ و همه افلاس و همه چی بود تفت آفرین به هم بیچاره زنی همون ناسکش که در بوی بدی او چه خیلی توقت میکند. حالا ظلم است، ظالم است. همین ناسکش نسبت همسرش یک ظالمی یعنی بد است. یا سیگارکش هم بعضی سیگارکشا یا بعضی رویامی که بعضی سیگارکشا از پیشش میگذارید بوی بده که در بینید میزند، دلت به حضور میشود. حالا با این قناعت نمیکند، بعد میگوید یک چیزش باشد که پرواز کنم. بعد چی از این پرواز میکردگیش؟ بنگ میخواهد پرواز کند، بنگ میزند، بعد در لوی چل لوچیده همه افلاس بو گرفته، بعد به خود میاد که پرواز نکرده است، برعکس در داخل لوی چل غوطیده است و افلاس شده است و بدبو شده است. این هم قانعش نمیکند. حال میگه اینش هم نشد، حال یک تایی باشد که بزنمش دیگه دنیا در نظرم مثلی کیمچی باشد. اونش چی هست؟ گیره. بعد یک تا میزند، 10 تا میزند، 20 تا میزند، هیچ نمیشود که اونم قانعش کند. بعد حاضر است که برات مادرش رو بفروشد، از همون گیره بخرد. حاضر است که همسرش رو در تجارت یا در سودا بماند، از همون زهر قاتل بخرد. همین خیلی هست یا نیست؟ دیدیم یا ندیدیم در همین جامعه؟ دیدیم با چشم سر. دخترش رو میخواهد برات بفروشد تو اینکه از همون زهر قاتل، از همین موادی مخدری سبیل موندهش خریداری کنه تا اینکه بکشد. کجا شد؟ کجا رفت؟ راحت کرد؟ نه، آفت و مصیبت و نه شأنش میماند، نه شرافتش میماند، نه کرامتش میماند، نه انسانیش میماند، هیچ چیزش نمیماند.
همه بر هم خورد، همه نیست شد، همه از دست رفت. یا بعضی قماربازا صاحب خانه های دبدبانو به همین قمار، نمیدونم قمار کامپیوتری است یا هر بلایی که باشد، خدا نشان ندهد، خداوند حفظ کند. این برای خندیدن و برای طعنه کردن نیست، برای آگاه شدن که خودم آگاه باشم به همین خطر نروم. شما آگاه باشید به این خطر نروید، فرزندان رو نصیحت کنید که به همین خطر نروند. این است مقصد. خدا هدایتشون کند. هر وقتی که هر مستی رو دیدید در لوی چل، دیروز یک مستی رو دیدم در بلوی در عرق لوی چل، گفتم چی میگه؟ کیف میکند. کیفش هم است. گفتم خدا هدایتش کند، هدایتش کند و برکتش بده. قوی را هدایت. چی میگوی دیگه؟ او را باید همچین مسلمان باید بگوید که خدا هدایتش کند. وقتی گفتید خدا هدایتش کند، پروردگار به همون درد شما رو مبتلا نمیکند. یا که دعای سنتی است: الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به و فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بیماری رو دیدید، مبتلای رو دیدید، قرضاری رو دیدید، ناکامی رو دیدید، نخندید، خدا نشان ندهد. بگید که پروردگار را شکرانه حمد و ثنا تو را که من رو به این درد مبتلا نکرده ای و بسیاری از نعمت‌ها بر من ارزانی کرده ای. این است نجات از این آفت‌ها. من چی گفتنی هستم؟ برای چی در اولی صحبتم گفتم که راحت طلبان در آفتند؟ همه همین نوشی و سیگاری و بنگی و نمیدونم که معتادی و مواد مخدر، همه همینا میخواستن راحت کنن، کیف کنن. کجا شد این شرافت و کرامت انسانیش؟ چرا چنین میکنن؟ برای که سواد ندارن. همه این از روی بیسوادی و جاهلی به این میروند. حالا گذشته از این، بعضی از جوانا با گروه های افراطی میروند، با گروه های افراطی مبلغ گذاری میکنند، بدرک از اون که این معصیت و گناه و حرام است. چرا که همه این گروه های افراطی یک نقطه از نقاط جهان یا که یک دولتی از دولت‌های آرام و آسوده پر از نمازگزار را ناآرام و خالی میکنند. مقامات ها از بالایشان دله جنایتی میکشویند. چرا؟ به خاطر که با گروه های تروریستی و افراطی دینی مبلغ گذاری کردگی هست. خلاصه اش چی بعد؟ حالا جوانایی که با گروه های افراطی پیوست میشن یا مبلغ گذاری میکنند، خلاصه نتیجه و پیامدش چیست؟ پیامدش خرابی و ویرانی و ولنگاری و به خون و خاک کشیدنی در خانه خود. مسجدهای زیبای پر از نمازگزار را خالی کردن، به آتش کشیدن است، دیگر هیچ چیز دیگری نیست. گروه افراطی به نام دولت اسلامی ابوبکر بغدادی رو بعد از وفاتش بعضی از دانشمندا تحلیلگرا تحلیل کردن، دیدن که همین مسلمان نبوده است، اصلا مسلمان نبوده است. چقدر جوانای ما رفتن جان عزیز خود را قربانی همین گروه های بدخواه کردن. چیکار کردن؟ رفتن مسلمان کشتن. هیچ جایی رو آباد نکردن، یگان نقطه رو آباد نکردن. کاش یک جایی رو میرفتن آباد میکردن، ما افتخار میکردیم که جوانای ما رفتن فلان کشور رو آرام کردن، آباد کردن، ساختن، مسجد و مدرسه و مکتب و یتیمخانه و دیگر دانشگاه‌هایی که 1350 سال باز خدمت امت اسلامی مسلمان ها میکردن، اونها به خاک یکسان کردن. دور نمیرویم ببینید همسایه چند گروه تندرو است که فقط اینش رو میتر کند، اینش رو میتر کند. در نتیجه چی؟ در نتیجه مسلمان میمیرد. تمام مسلمان کشی هست، دیگر هیچ چیزی دیگری نیست. در نتیجه این افراطگراها زن و دخترها و جوانا همه از علم و معرفت و از علم آموزی همه دور ماندن. و حالا اینکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. طلب کردن علم فرض است بر هر مردی مسلمان و زنی مسلمان. باید علم بآموزد. وقتی که مادر دانشمند باشد تمام فرزندان دانشمند میشود. من علم و دانشمند، خود دینی باشد خود غیر دینی باشد، ببینید اگر مادر بسواد باشد همه فرزندان خود اکادمیک پروفسور دانشمند علم هست، میبینید فرزندان همه اوباش و بهودگر. چرا؟ به خاطر که مادر ناباب است. مادر ناباب است.
یا مادر بی سواد است، ناباب است نگویم، بی سواد است. حتی ناباب، مادر ناباب هم فرزندان رو تباه میکند. مادر ناباب فرزندان رو دشمن جان پدر میکند. با چشم سر دیدیم. برای چی فرزندان دشمن جان پدر میشوند؟ و خاطر اینکه مادر در گوش اون فرزند میخواند میشوند فرزندان دشمن جان پدری خود. یا بعضی از جوانان رو میبینید با عمک و عمک بچه چشم دیدن ندارد. حالا بپرسید که همین عمک و عمک بچه های تو یگان ضرر رسانیدن؟ میگوید نی. در یگان معامله خیانتت کردن؟ نی. و چی شد با اینو دشمنی دارید؟ گفته های اون مادر تاثیر کرده است. برای همین با عمک و عمک بچه دشمنی جانم. مادر باید با سواد باشد، مادر باید با آداب باشد، مادر باید با عفت باشد، مادر باید با اخلاق باشد، مادر باید پرهیزگار خدا ترس باشد و همیشه اندیشه کند که هر سخنم، هر قدمم فردا پرسیده می شوم. باید احتیاط کنم و فرزندان رو تربیت کامیاب کند. اون مادری که در گوشی فرزندان میخوند اون فکر میکند که اکنون من کامیاب شدم، شوهرم به آبرو شد، پدرشون به آبرو شدن، من کامیاب. نه، خود رو بدبخت، خود و فرزندان خود رو بدبخت میکند. زن شوهر رو مثل یک شاه، مثل یک رئیس احترام میکند، اون خود یعنی مثل شاه که احترام کرد این خود ملکه میشود یا نمیشود؟ اگر شوهر رو مثل یک گدا مناسبت کرد، این زن کی میشود در زندگی در خانه؟ کی میشود؟ یک بار فکر کنه، لیکن فکر نمیکنه. متاسفانه فقط شوهر رو تنقید پیش فرزندان، همون پدری فرزندان رو تنقید میکند، دشمن فرزندان رو یعنی با پدری خود دشمن میکند، هم فرزندان و هم خود و هم پدر، همه اهل اون خانواده همه ناکام و بدبخت. دعا کنیم پروردگار همه ما و اهل خانواده و فرزندان و آیندگان و نبیرگان ما رو علم نافع با حکمت نصیب روزی بگردان. پروردگار از این عصر فتنه، عصر دشمناگری و عداوت و از این همه فتنه های اخیر زمان که این فتنه های اخیر زمان است، پروردگار از این همه فتنه های اخیر زمان که مسلمان در مقابل مسلمان دشمنی میکند، از این فتنه ها همه ما و کشور ما و امت اسلامی را نجات بده. بیماران را شفای کامل عاجل عطا فرما و همه قرضداران را پروردگار در این روزی سعید اجابت دعا از این منبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ما دعا میکنیم قرضداران را نجات، پروردگار مشکلی داران را مشکلی هایشان را برطرف، در کسب و کار و رزق و روزی و عمر و زندگی و فرزندانشان برکت دائمیت عطا فرما. پروردگار را در مهاجرت مهنتی بودگی هموطنان عزیز ما را در حفظ و حمایه و پناه عصمت خودت نگه بدار، سالم و غانم و با عزت و با برکت به نزد پیوندانشان بر بگردان. خیر و فیض و برکتت را برای همه این دست امید به سوی خودت برداشتگان دائمی و ارزانی بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.